در حدیث قدسی رب العالمین در قیامت ما بنده هاش عتاب میکرده، سختگیری میکرده، میفته که بیمار بودم خبرگیریم نآمدی. سبحان الله. بنده میفته ای پروردگار تو رب العالمین هستی، من خیلی تر خبرگیری می آمدم. پروردگار میفته فهمیدی که فلانی بندم بیمار از خبرگیریش نرفتی، اگر خبرگیریش میرفتی من در نزد او بودم، گرسنه بودم طعامم ندادی. ای رب العالمین تو رب العالمین هستی، من تو را خیلی طعام میدادم. میفته فلانی بندم گرسنه بود طعامش ندادی، اگر طعامش میدادی لحظه من اجرش ثوابش برات میدادم. تشنه بودم آبم ندادی. ای رب العالمین تو رب العالمین هستی، من خیلی تر آب میدادم. میفته میدانستی فلان بندم تشنه است آبش ندادی، اگر او را آب میدادی این لحظه اجر و پاداش میدادم. این حق ایمانداری ما هست که بیمار بینی داشته باشیم.